Rajabali Ibroni. ولی بسک همین سنگو را گیریم که ولی در سیدکه کردن کن با خلال میرسونم این طرفتا پرکه با این این سنگ با دردی سری خیلی میشه اکای دلیر؟ این خونه که سه خونگه در هفت اختر شکتور کردیم که نزدیکی کارمون بله بله همون زنگ زد خب رحمت گفته سه میگم اکا برای چی؟ میگه همسایم یا استور آورده خونوشا 40 سومونی کوادرات شکتور کرده سه گفتم موقع اکا موقع گفتیم که همین 25 20 سوم قیمت نیست خودت با ارزون کرده سه 15 سومش که بچه در کجای خیلی گرمی داری گرمی اگه جوره همه خیلی تو چند ارزون گفتی با ارزون میشه به قدر میشه باور با ما کار حلال مهنت میکنیم نون منو حلال میکنیم چیکار کنیم آخه اکای دلیر جان خیلی فکر کم باید خلوصا اومدم اکا خوب همین یک برادر داریم طرفای همین گرمانیادا کار فعالیت میکنه یک 3-4 سال شد همون قطعی هم صحبت شدیم اکا جای کار خوب بوده اکا با این کار استاگی ما نه صاحب خونه میشیم نه صاحب ماشین میشیم خدا را شکر که خیلی افته خورده استیم گشنه نیستیم محتاج هیچ که نیستیم یکی خارجه رفتن در کارکه تکلیف کرد که بیا همینجا کار که همینجا جای کار هست یکم کمبودی نیست میگم خدا خواهد همونجا کار برم اکا جان گفتم ای پیشتون بگذارم اگر راضی بشین اکا همونجا بریم یک جای کار کنیم کف درست جوره جانم یکی من رفتن نمیتونم من در رفتن تو زیر نیستم یکی من رفتن نمیتونم به خاطری مادری پیرم که من بیچاره تنها مونم اگه نه یا درست همین ساختمان منابود کنیم همین کار منابود کنیم اکا میریم ها نه جوره جان من گفتم که من به خاطر مادر فقط به خاطر مادر نمیتونم ولی همون مادر غنیمت تا بودنشه همین کم میویم زیاد میو شکر همین جاکی سوده کار کنم هی تو که رفتی کار که کردی انشالله با یادی ما میکرد اگه سیاخی اکا هیچ وقت خونه شما رو خبر گرفتم میستیم بهترین اکا من اکا همین آرزو دارم که خدا خواهد مادر خونه خدا رو کنم اکا آرزو دارم که اکا یگون ماشین آرزو هم بخرم اکا خیلی بریم یکی خداوند میشه همش میشه نصیبون میکرد اگیست روزگی پروردگار دختر جان وقتهای آخر همین سرم تیز درد میکند باز دل به حضوری هم دارم کم همین پسی سرم هم میکشد نمیدونم چی درد باشد خدا جان ما اینجا تشخیص‌های شما را دیده برآمدیم در شما کمتر بیماری فشار بلندی در شما پیدا شده است این یگان جای خواطریش نیست یک چند داروها رو ما می‌نویسیم شما حتما استفاده برید یک چند اوکار هم نویسانده سر وقت استفاده برید بیماریتون اوج نگیره البته دختر جان رحمت حتما استفاده برید مایلش دختر جان مایلش جان چه در ملکی غریب گشنه باشه تشنه باشه آیو چی جون؟ چو کرده شما؟ میمونده نخه ما خودمون نکرده؟ دختر جان آمدی میگویم که کم کار کنم آخی او چی جون شما خودتون غم داده؟ زحمت نکشه ما خودمون نکنیم آخی میگم کم علف کوشه چینم پمیدوروی
در زیر علف موندن. بیا چیجا من خودم میکنم. سلامتی خودم خوب نیست. بیا ایچشنه. خدا که خیلی سوزی. میشه چیجا. در صد نغزه خدا خوب چیجا نه. لیکن برای تجربه آموزی من 800 تومان سوم در کار. 800 تومان. آه چیجا. دوستان و تماشابینان عزیز، دیگر شرط نیست که از خونه ببرین در گرمی و سردی برای پول کار کردن، برای به آرزوتون رسیدن کار کنین، محنت کنین. شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونین در خونه بشینین، از خونه نبرین. توسط همون تلفن موبیلیتون کار فعالیتتون، بیزنستون در خونه نشسته پیش برده، در یک ماه کم 3000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، یگان دیرم را از خود نمیکنین. دانشجو دخترکا 100% میتونن کار کنین، اپایی که در کارخونه دولتی، کارخونه شخصی کار میکنه، شما هم 100% میتونین که کار کنین. اپای شمسیه جون سرشی دایرکتور شرکت فابریک اپای مای، همه اپاجون ما 1.5 سال در شرکت فابریک کار میکنه. معاش اپاجون ما کم 10000 تا 20000 تومانی ای. دوستان عزیز، همتون توصیه میتونم واتساپ اپای شمسیه جون در اینومی دو درکتون رجب علی ابراهیم حاضر که مراجعت کنین. اپای ما نازکی های کار نقطه به نقطه شما را به پول میفهمونه، یادتون میتونه رجیستراتون میکنه و وقتی که شما کار آغاز میکنین، برای کار آغاز کردن 500 روبل هر یک تا شما را توفا میکنه. برای همین حاضر که بنویسین در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی ها داره. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاش هر ماه نخلی توفا کم میگیرین. غیر توفا وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین و دایرکتور میشین، در این حالت ای جانب شرکت فابریک 20000 تومانی توفا میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه ای جانب اپای شمسیه جون. اپای شمسیه اپای خدمانای بیگانه نیست، با باوری بنویسینش، کار آغاز کنین، با حساب اپای ما 500 روبل دیگه را چوی پولی کنین. بنویسین واتساپ اپا جون دا. میشه چی جان. در صد نغزه خدا خوب چی جان. لیکن برای تجربه آموزی من 800 تومان سوم در کار. 800 تومان. آه چی جان. چه کردن چی جان؟ در خانه دارم. میتیم. رحمتی کنم چی جان. به فکرم گوش نماندگیستی. رفتیم خوراکم تیاره. بیا دختر جان. بیا رفتیم. یک بار دیگر زنگ زنم، شاید در یگان کار و بار بند باشه. برداشت کن یک رفیقش ده زنگ زنم، شاید در خانه باشه. الو 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 بله. سلام بچه جان. سلام. چیکار شما؟ رحمت خدا چه خیلی؟ شکر خدا همه خوب. چینش گشتیم میده. بچه جان یک کار داشتم. خوب. همین کم ترکه اگر علاجش می بود پول قرض می دادی. فهمم. دیروز دکتر رفتم، کمتر سلامتیم خوب نبود است. همین میگویم که دارو گرفتن در کار بود. پسر چند زنگ زدم نبرداشت. شاید کار بارش بسیار باشد. فهمم. چند پول لازم؟ کم ترکه قرض می بود. 1000 تومان قرض می دادی. شد من فهمیدم. یک نیم ساعت پس در نزد شما میشم. نیم ساعت پس. رحمت بشه. خوب شد تمام. مایش خوب.
مادر عزیز سلام. و علیکم بر سلام. بیا خیلی بچه شما. جان بیا خوش آمدی خوش آمدی. آفرین. کم نما. اشتنگیره. همه پسرچه دا یک دو بار زنگ زدم نبرداشت. دیروز دکتر رفته بودم. خب. سلامتیم رو سیگه یک بار بد شد. دکتر دیده گفت که خاله جان فشارتان کمتر بلند شده. همین دارو هاش نویس داد و گفت که در سری وقت همین دارو تا نگیرید و سری وقت دارو تا نخورید که باز وزن سلامتیتون بدتر نشود. راستی گپ مبلغ هم نرسید. گفتم بچه ده زنگ زدیم که نبرداشت. گفتم بیا که همین آشناشم آدمی نزدیکی ما خودتی بچه جان. گفتم یک زنگ زده پرسم 1000 سومه قرض میدادی؟ راست دیگه من قرض داده نمیتونم. چی؟ آخر اگر بچم روان نکنه من از یگان خیش و تبار حتما قرض رو گرفتم میدیم. من قرض داده نمیتونم. من چی قرض میتونم؟ بچه جان تو چی به من باوری نداری؟ من حتما بر میگردانم. همسایه های خوبم دارم. لیکن نپرسیدم. گفتم اول از تو پرسم. لیکن من شما در با میگم که من در شما قرض دادن نمیتونم. من چخیل در شما قرض میتونم. میره شما من نبگین مادر عزیز. من چخیل من شما در قرض میتونم. من این پوله در شما میبخشم. خوب پیل بخشیدم. خدای برکه یابی بچم. در کسب و کارت برکت یا در فرزندات آمین. در خاندانت خدای مهربانم برکت عطا بفرماید. آمین. یک پیاله چای میگیرید؟ رحمت مادر جان من کمی کار دارم باید هر چیز زودتر برم. هر یک پیاله چای میگیرید بعد میرم. چای شما نان نمک شما رو بسیار خوردیم. باز خدا خواست زنده باشیم باز میشه. رحمت. خدا نگهبان. بینید اگر کمی کرد مبادا نرسید حتما زنگ زنید. مایلش خب در خدمت. نکی چی ناز میکنه مرا نگاه که دخترم هی روین اینجا؟ ما خوش روین مگو برای کنگراس روین گپا نمیفهمید. رحمتی میگم اخی دخترم ماهواری اخیر از بچه چیکار کردستی؟ تو کی تو؟ ای گوش کاکا خودت کی بو؟ این خواهر ما فهمیدی؟ گوش کاکا ایرا ما خوب میشناسم. اکی در خارجه. گوش که مرا دختران همین محل نه تنهایی تمامی همین محل خواهرای من فهمیدی؟ گوش کاکا ما بخد ما آبرو داریم ناموس داریم فهمیدستی؟ برای همین برای راست بزا برا ای پای کار برو چه با دخترای ما کار نگی فهمیدی؟ نباشه که او شیر بچه های محل خبر میوان هزی میان استخوانو تقریل بود میده میکنن فهمیدی؟ گوش که مرا که خواهر تلزید کدا نکن او وقت بیو ور که فهمیدی؟ ما نانگا ناموس داریم بخدیم فهمیدی؟ نانگا ناموس داریم بسا برا ایجا ای برا کی بخدو میداد میکنه فهمیدی؟ جواب میگوید درس را ایجا بهتر بیا اینجا بیا تو چیکار کردیسی؟ ای ما رو شرمنده کردنی؟ ها؟ این بچه کیه؟ نمیدونم. چون نمیشناسی؟ همراه تو اومد کو؟ وای خودش اومده. ما توی روزه در این محل حال یکم دختری بیناموس ندیدم. با خدا قسم اگر که همین حالت یه بار دیگه ببینم کو اینم گوشت میکنم فهمیدی؟
فهمیدی مرا؟ تز خانتون؟ تز السلام علیکم. مونده نباشی کیما. ای بچه سلام علیکم. من همین خوابی و بیدو. اکا جان بداره. بچه شما بار نکرده است نمی؟ باور که اکا برادر دینا بود گشت اومد. کی اومدی؟ همیشه بکر. همیشه رسیدم ساعتای 23 شب بود اکا. خیلی دیگر کورو چی که؟ کورو هیچی ببارور بودن نخی؟ الحمدلله خدا را شکر اکا بهترین کار. مبارک شما ای اسبی چورپا. خدا را شکر. وقتی برادری ما صاحب چنین چورپا میشه این خرسندی و شادی ما هزار بار شکر برادر جان. سلامت باشه اکا جان. خداوند شما دم نصیب کنه اکا. همه پیشروی ما همه چیزی ما چیزی شما اکا. یگان ما بین ما و خودت چیزی ما و چیزی خودت نیست. زنده باش. وقت هم کمتر ای. ما اینجا 4 نفر برادرو قطعی اومدیم. ای خارجا. بچه هم اومدن. بچه خود یک قسمش در همون جامون دولی کار کردستن ما اومدیم. فرصت هم نشید که ما بیام خدمت مثالی گپ ببینم هم صحبت شم. یک ساعت 2 ساعت پیش رفتم مادر خبر گرفتم. قطعی هم صحبت شدم. دوی مادرتون هم گرفتم. گفتم برادر ما رفیق ما دوستی بهترین ما که شده تا کار ده پزینگی در او سروغه را گرفتی سروغه را گرفتم اومدم برادر. انا امشب شب نشینی داریم هم برادر قطعی یک چند تا هم صنفم اکا یک چند تا هم کورسم ای 4 نفر برادرو خلاص اومدم که برادر عزیز یک جای بریم وای وقتای گذشته ای دوران گذشته 4 تا صحبت کنیم 4 تا چخچخ کنیم یادی گذشته کنیم اکا. چی گفتی؟ بسیار خرسندم بسیار شدم که اومدم برابر سراغ کردی اومدی هزاران بار خدا را شکر. لیکن برای تکلیف شب نشینی راستی گپ من شرم میدارم که اون من لایقی به معرکه چنین بچه هایی که علاکه یک طبقه یک زینه بالا رفتن لایق اوجه نیستم من و همون خاطر عذر میپرسم مرا ببخش با این دستای پر از گویم که خراشیدگی و جولیده و با این سر اندام چکل میشه اون رفیقات با ببینن که خیلی برادر داری خیلی رفیق داری با خیال میکنیم که با آبروی ختم کم ترک پستی میاره. برای همین بیا یک روز دیگه ما که جای یک دعوت کنی قطعید میرم میشینیم یا خانه ما یا خانه شما میشینیم صحبت میکنیم نه که لایق نیست ما که در بین خیلی بچه های مثلا بالا با بالا بشینیم. که ما خفه نشده ها که که دلیل جون ما خیلی سولای برادر ما یگان وقت خودت خفه نشیده بودم خواهش میکنم اکا مرا خیلی خفه نکن. یکو بخشیش چیکار کنیم؟ آخی اکا جان در نام جونم ما او رفیق شهر میدارم که خیانتکار ای دست به ناموس مردم میزنه حق مردم هم میخوره دزدی میکنه اکا جان ما به خودت باری رفیق افتخار میکنم سرم بلند ای که چون این رفیق دارم که در نبودن ما مادری مرا کمک کرد خواهری مرا حمایه کرد به مثل برادری خودش. اکا جان افتخاری مایی بسم الله